به اپیزود سوم همسفر خوش اومدی. تو این اپیزود میخوام درباره این صحبت بکنم که چرا توسعه فردی زندگیم رو نابود کرد و اینکه چرا خیلی رنج داد من رو در زندگی. توسعه فردی خیلی چیز خوب و مفیدیه زمانی که به روش درست ازش استفاده بشه. خیلی به انسان کمک میکنه که رنج و درد رو کنار بذاره در زندگی، خودش رو بپذیره، زندگی رو بپذیره، روش‌های بهتری برای زندگی کردن پیدا بکنه، اما بسیار هم آسیبزاست. شاید برات سوال بشه روش آسیبزا بودنش چیه؟ بذار درباره زندگی خودم بهت بگم، اینکه چه جوری به من آسیب زده در زندگی. من یه دوره‌ای با افسردگی دست و پنجه نرم می‌کردم و بعد با توسعه فردی آشنا شدم. تو همون اوایل دوره کرونا بود و خب همه تو خونه بودیم، منم خیلی محتوا مصرف میکردم مثل همه و فکر میکردم که توسعه فردی راه نجات منه در زندگی. جواب رها شدن از غم و افسردگی رو توسعه فردی میدونستم و تمام زندگیم رو بر این پایه و باور گذاشته بودم که بهتر بشم، که فرار بکنم از آدمی که هستم، از محیط اطرافم فرار بکنم، از شرایطم فرار بکنم یا حتی از خانواده‌ام فرار بکنم. فکر میکردم اگر برم یه مکان بهتر، آدمای بهتری ببینم یا کارهای بهتری بکنم، زندگیم درست خواهد شد. و این باعث این شده بود که من هر کاری که انجام میدادم اصلا حسی نسبت بهش نداشته باشم، فقط جهت بهتر شدن توش باشم، جهت دیده شدن. من اول دبیرستان بود فکر کنم شروع کردم به بسکتبال بازی کردن بدون هیچ گونه اطلاعاتی درباره بسکتبال. اوایل علاقه‌مند شده بودم به بسکتبال، دوست داشتم، حتی فکر میکردم که میخوام به عنوان ورزشکار حرفه‌ای این شغل رو ادامه بدم، یعنی شغل اصلیم در زندگی باشه. ولی کم کم که به یه جایی رسیدم دیگه اون علاقه به بسکتبال از بین رفت. چرا؟ چون فقط دوست داشتم تو بسکتبال دیده بشم، دوست داشتم از این بهتر باشم، از اون بهتر باشم، ازم تعریف کنن، بگن آره ما هر جا مشکل داریم یاسین میاد مثلا بازی رو در میاره. و این علاقه به دیده شدنه باعث شد من علاقم رو نسبت به بازی از دست بدم. بی‌حس بودم، مثلا وقتی بسکتبال بازی میکردم هیچ تفاوتی با هیچ کار دیگه ای نداشت برام. و به این نقطه رسیدم که یه سری معصومیت‌ها پیش اومد، خیلی هر روز حالم بدتر میشد و چون نمیتونستم بهتر بشم، میدونی انگار توی لولی گیر کرده بودم، مهارتم از این سطحی بالاتر نمیرفت و اون مهارت نه تنها بهتر نمیشد، افت میکرد و روح و روانم داغون شده بود، چون نمیتونستم عملکرد خوبی ارائه بدم. و به یه نقطه‌ای رسید که دیگه کلاً متنفر شدم از اون ورزش و کنارش گذاشتم و مصدومیت رو بهانه کردم. گفتم آره من زانوم مشکل داره دیگه نمیتونم بازی کنم، در حالی که مشکل تو سرم بود، تو بدنم نبود. یا حتی سازهایی که مثلا من یاد میگیرم رو جهت خوب شدن در ساز تمرین میکردم دیگه، حتی علاقه ای نداشتم برم سر ساز، به زور باید خودم رو مجبور میکردم که روزی 5 دقیقه 10 دقیقه تمرین کنم که فقط یکم بهتر بشم. ولی الان که مثلا با علاقه تمرین میکنم، بین نیم ساعت تا 1 ساعت تمرین ساز انجام میدم و حتی اصلا متوجه گذر زمان نمیشم، خیلی غرقم در کار. توسعه فردی باعث شد در زندگی من هر کاری که انجام میدم جهت بهتر شدن باشه. فراموش کرده بودم که باید زنده بود، باید لذت برد در زندگی. یه سری کارا رو باید برای لذت بردن و زنده بودن از زندگی انجام داد. زندگی 0 و 1 نیست، زندگی آمار نیست که بگی من دیروز 10% خوب بودم، فردا 15%، پس فردا 20%. همیشه همه چیز رو نباید با عدد و رقم سنجید. و زمانی که یاد گرفتم توسعه فردی رو کنار بذارم و لذت ببرم از زنده بودن، خیلی زندگیم بهتر شده. دیگه صرفاً برای بهتر شدن یه کاری انجام نمیدم، برای لذت بردن انجام میدم. و
این مسئله با باورهای فلسفیم هم خیلی در ارتباطه. من پیرو فلسفه اگزیستانسیالیسم هستم. نمیتونم میشه گفت پیرو، یا با اون طرز فکر کنار میام، اون رو درست میدونم. که یه اپیزود میسازم حتما درباره این که دقیق توضیح بدم اگزیستانسیالیسم چیه. با یه سرچ ساده هم میتونی به این نتیجه برسی که چیه. یعنی توسعه فردی به نظرم دیگه از اون حالت درستش خارج شده. الان تبدیل به یک کسب و کار شده. دیگه کسی واقعا دنبال کمک کردن به آدم نیست، اینکه یکی بهت یاد بده راه درست زندگی چیه یا اینکه به خودت کمک بکنی. همه به عنوان بیزنس نگاش میکنن. طرف میاد یک کتاب دفتر میذاره جلوش، منم گذاشتم جلو، و میاد بر اساس اون کتابی که خونده به تو میگه آره این کارو کن، اون کارو کن، اون کارو کن، و خودش هم اصلا به اونها عمل نمیکنه. اصلا براش مهم نیست. صرفا میاد به عنوان بیزنس نگاش میکنه. میگه خب من روزی 3 تا ویدئوی اینجوری درست میکنم، انقدر ویو میخوره، انقدر پول در میارم. اصلا مهمم نیست براش. خیلی ها مثلا توصیه هایی به آدم میکنن که واقعا در زندگیشون انجام نمیدن. و توسعه فردی به نظرم با یک توهم عجین شده دیگه. از حالت عملی خارج شده، به یک توهم تبدیل شده. طرف مثلا میگه آقا تو اگر میخوای فلان کار بکنی باید ساعت 4 صبح از خواب بیدار شی. ساعت 4 صبح بیدار شی، بعد مثلا تا ساعت 11 شب به کوب یه بند کار کنی. خب آقا این قبول. خیلی ها سخت کار میکنن. خیلی آدم هایی که موفقن سخت کار میکنن، بله، ولی تو اینجوری زندگیت رو داری نابود میکنی. تو آسیب میزنی به بدنت. بله، شاید راهی که مثلا تو 20 سال طول میکشه موفق بشی توش رو توی 10 سال بری، ولی خب چه فایده؟ تو بعد 10 سال نابود شدی. و توسعه فردی باعث توهم زود رسیدن میشه به نظرم در زندگی. خیلی نسل من به خصوص، ما این توهم رو داریم که باید همه چیز رو زود به دست بیاریم. همه چیز نقد و آماده است، انگار ما فقط باید بریم بگیریمش. آدم‌های پولداری که من به شخصه میشناسم در زندگیم، همشون تو 40 تا 50 سالگی پولدار شدن. یعنی طرف مثلا از 10 سالگیش کار میکرده، 30 سال طول کشیده تا با کار کردن بالاخره به یک سطح مشخصی از رفاه و درآمد برسه. هیچکی با 5 سال یا 10 سال پولدار نمیشه. هیچکی با 2-3 سال تلاش به موفقیت نمیرسه. هیچ ورزشکاری نیست که بگه من 2 سال تلاش کردم الان تیم ملیم. سالهای زیاد تلاش متداوم پشتش بوده. نمیدونم با قانون اثر مرکب آشنایی دارید یا نه، ولی یه چیزیه مثل اثر مرکب. طول میکشه، ذره ذره، آروم آروم به اون نمودار خطی که رو به بالاست افزوده میشه. نمیشه با مدت زمان کم بهش رسید. پیشنهاد میکنم که به هر کسی که درگیر مسائل توسعه فردی و اینهاست، اگر خیلی فکر میکنه درسته براش ادامه بده، ولی در کنار اون سعی کنه که به خاطر بیاره که آقا توسعه فردی چه چیزهایی رو ازش میگیره، چه بهایی داری میپردازی در مقابل به دست آوردن مثلا توسعه فردی. برای به دست آوردن یک سری چیزها تو یک سری چیزهای دیگر رو از دست خواهی داد. به خاطر بیار که چیان. صرفاً کورکورانه دنبال نکنین موج و سیلی که راه افتاده رو. آدم ها به نظرم دیگه چندین ساله، حالا به خاطر شرایط کشور یا دنیا همینه، به نظرم کل دنیا این اتفاق داره میفته جز یک سری کشورهای خاصی، آدم ها لذت بردن از زندگی رو فراموش کردن. صرفاً زنده هن. و اولویت اول آدم ها دیگه زنده بودن نیست، پول در آوردنه. این توهم در آدم ها ایجاد شده که وای الان تو اگر از این مخمسه و از این شرایط فرار بکنی یک راه بهتری برات هست، یک راه نجاتی هست، تو فقط باید از این لول فرار کنی. نمیدونم، من باورم اینه هیچ لول بالاتری نیست، همش همینه. تو صرفاً باید همین رو دوست داشته باشی و پله پله همین رو بری بالا. قرار نیست یه دفعه از لول 10 بپری لول 100.
صبح ساعت چه میدونم صبح ساعت 5 بیدار شدن و سرمو بکنم تو آب یخ و روزی 10 ساعت تا 15 ساعت کار کنم و شام رژیمی کلم بخورم هر شب و روزی 3 بار برم باشگاه وزنه 250 کیلو بزنم، هیچ کدوم اینا قرار نیست تو رو از لول 10 برسونه 100. اینکه هفته‌ای 3 بار بری خیلی شیک تمیز ورزش تو بکنی، یه رژیم غذایی خوب داشته باشی، خیلی عالیه. بدنت رو خیلی خوب پاکسازی میکنه، به اصطلاح رشد میکنه بدنت، خیلی تمیزه این حرکت. ولی اینکه تو هر روز صبح ساعت 7 صبح پا میشی میری باشگاه 2 ساعت و نیم تمرین میکنی، بعد میای مثل یه آدمی که 50 کیلو غذا میخوری، انقدر غذا میخوری، اصلا فایده ای نداره. من متخصص بدنسازی نیستم، اصلا این حرفایی که دارم میزنم صرفا باور خودمه، هیچ پشتوانه علمی و هیچ مدرکی هم پشتش نیست. ولی خب به نظر من اشتباه. بدن انسان ببین برای بقا ساخته شده. ما علم خیلی سریع پیشرفت کرده، ما پیشرفت کردیم ولی مغز هنوز تو همون لولای قبلی مونده. بدن انسان برای بقا ساخته شده. بدن انسان دوست داره به یک حد مشخصی غذا بخوره، به یک حد مشخصی استراحت بکنه و به یک حد مشخصی کار کنه. شما هر کدوم از اینها رو که بخوای دستکاری بکنی، بدن در مقابلش مقاومت میکنه. تو به جای 8 ساعت خوابیدن در روز 4 ساعت بخواب، بدن از یه جای دیگه پدرتو در میاره. به جای روزی 3 وعده غذا بیا روزی 10 وعده غذا بخور، بدن یه جای دیگه میترکونتت، یه جای نابود میشه. یه لیمیتی داره بدن انسان. و حالا شاید خیلی ها مخالف باشن با این حرفم، بدن انسان تا حدودی هم برای تنبلی ساخته شده، برای ذخیره انرژی. یه روزهایی هم آقا لازمه تو خونه بشینی رو مبل هیچ کاری نکنی. یه روزایی به جای اینکه بری باشگاه 10 تا ست 20 تایی بزنی، یه روز یه 2 ساعت برو پیاده روی تو شهر، دور بزن، دور و بر رو نگاه کنش کن. پیشرفت کردن همش نباید اولویت زندگی باشه، باید لذت بردن از مسیر اولویت زندگی باشه. به نظرم اینکه به اون هدف برسم من برام مهم نیست، اینکه تو مسیر اون هدف باشم برام مهمه. و امیدوارم که اگر تفکرم درسته، این تفکر به بقیه آدم‌ها هم منتقل بشه. کل حرفم همین بود. مرسی که به این اپیزود گوش کردی. امیدوارم بهت کمکی کرده باشم. تو اپیزود بعد میبینم.